خوشبخت‌ترین زن همون زنی هست که اطاعت شوهر را به جا می‌آورد. خوشبخت‌ترین زن همون زنی هست که شوهر از خانه می‌دراید، زن راستا پیش شوهر می‌خیزد. خوشبخت‌ترین زن همون زنی هست که قدر میکند این شوهر. خوشبخت‌ترین زن همون زنی هست که الله سبحانه و تعالی در روز قیامت جنت نصیبش میکند از اطاعت شوهرش. همین شوهر اطاعت کردن است. خواهران عزیز، فریفته دوگانه هاتون نشوید. آن دوگانه ای که ای شوهرش برآمده است، آن دوگانه ای که حالا شوهر این که نکرده است در راه بد گرفتار شده است، هیچگاه دنبال اون نروید. خواهران عزیز، هر چی شوهر برای تو میگه خواهر عزیز، شوهر تا اطاعت کن، سخن شوهر تا قانون بدان. خواهر عزیزم، این دنیا رفتنی است، اما در روز قیامت الله سبحانه و تعالی از این مردها میپرسند که آیا میخواهی که با این زنها تو در جنت باشین؟ وای بر حال همون زنی که همون شوهر در همون روز قیامت دعوا کند که من نمیخواهم با این زن در جنت ایستادن. خواهر عزیزم، وقتی شوهر از تو راضی نباشد، این دنیا برای تو تنگ است، تاریک است. تو دنیا تو روشن بکن، قبر تو روشن بکن، آخرت رو روشن بکن. خواهر عزیزم، اگر از تار سر شوهر تا نوک چلیک پاش اگر خون باشد، زردال باشد، چرک باشد، روی باشد، هر چی که باشد بر زبان تازه کرده بیاید تا حال حق شوهر را به جا نآورده. خواهر عزیزم، وقتی شوهر از دن می درآید، نظر به دست اون نکن. خواهر عزیزم، آزار مده دل اون مرد را، بلکه او را در آغوش خود بگیر، او را استقبال خوب بکن در خانه بدرو. حتی حق دارین که هر سحر شما زنها پیشوی شوهراتون را بوسه بکنین. هر سحر دستاشون را بوسه بکنین، خوشحالشون بکنین تا که این شوهر از شما راضی باشد. خواهران عزیز، تا وقتی که اگر رضایت شوهر به دست نیارین، در زندگی هیچ آسوده نمیبینی شما. واقعا هر رفتار و هر ششت خیز و هر حرمتی که تو امروز به شوهر میکنی، فردا فرزندی تو، دختری تو با دامادی که میشود همون رفتار میکنه.